ائتلاف جامعه شهروندی در تاجیکستان با شروع معرکه نوید ضد شکنجه تلاش دارد توجه جامعه و مقامات را به موردهای اذیت و آزار سربازان و بازداشت شده ها جلب کند. حامیان حقوق میگویند که از سال 2012 تا امروز حدود 200 نفر از شکنجه و بدرفتاری مقامات انتظامی به حامیان حقوق شکایت کردند. مسئولین ائتلاف ضد شکنجه، یک تشکل جمعیتی عبارت از فعالان حقوق انسان در تاجیکستان، میگویند هرچند در امر آشکار شدن موردهای اذیت و آزار در بازداشتگاه و قسم‌های حربی تاجیکستان بهبود به نظر میرسد، اما همانا شکنجه پررشکن نشده است و مورد نگرانی میباشد. شاعر دولت و رهبر گروه اطلاعاتی ائتلاف ضد شکنجه در صحبت با رادیو آزادی گفت در تاجیکستان 26 این روز بین المللی دستگیری قربانان شکنجه تجلیل میشود و در آستانه آن فعالان معرکه تبلیغاتی را شروع کردند. با گفته خانم دولت و امور مذکور از سال 2012 تا 2017 سال است و در اساس مراجعت‌های شهروندان و گروه یاری حقوقی ائتلاف اساس یافته است. شاید امور دیگر باشد، ولی ما اصلا در اساس آن مراجعت‌هایی که به گروه یاری حقوقی ائتلاف وارد گردیده است این امور را پیشنهاد کرده ایم. شاعر دولت و میگوید در این حال آمار یگانه دولتی وابسته به پرونده های استفاده شکنجه و مناسبت بیرحمانه وجود ندارد، ولی از سال 2012 تا امروز حدود 200 نفر از شکنجه و بدرفتاری مقامات انتظامی به حامیان حقوق شکایت کردند. مسئولین ائتلاف ضد شکنجه میگویند قضیه سرباز شهبال میرزویف از بهار سال 2014 برای بسیار ساکنان تاجیکستان آشنا است. این جوان روز 8 مارس آن سال از جانب همخدمتش شدیداً لطوکوب شد و در نتیجه استخوان میان و گردن سرباز مجروح شد. معالجه های طولانی او در بیمارستان تاجیکستان و روسیه نتیجه کم داد و این جوان 26 ساله اکثر وقت روی جاگه و محتاج به نگاهبانی نفری در خانه به سر میبرد. فعالان حقوق میگن اگر با این حال هم شهباز جان به سلامت برده باشد، در موردهای زیاد قربانیان شکنجه در شرایط مرموز جان دادند. کارشناسان و حقوق شناسان میگن از سال 2012 از زمان تشکیل ائتلاف ضد شکنجه و گذراندن معرکه‌های گسترده علیه شکنجه در این سمت بهبودی‌های نظررس دیده میشود، اما با قول آنها برد اصلی در سمت مبارزه با شکنجه این ائتلاف شکنجه از جانب مقامات دولتی است. مقامات تاجیکستان میگن در سمت مبارزه با شکنجه در کشور کارهای زیادی انجام یافته است. حسن الدین نیدویف، یک مسئول وکالتدار عاید به حقوق انسان، روز 23 میون در صحبت با رادیو آزادی گفت برای از بین بردن شکنجه در میان کارمندان ساختارهای قدرتی کارهای فهماندهی انجام داده می شود. ماده مخصوص شکنجه در کدکس جنایی سال 2012 وارد شد و تا سال 2014 4 مورد به جوابگری کشیدن مسئولین از روی این ماده ثبت شده است، ولی مشکل اصلی این است که ثابت کردن حادثه شکنجه بخصوص در مؤسسه‌های بسته مثل بازداشتگاه و محبس‌ها کار خیلی سنگین است و نه در همه حالت‌ها مقامات تفتیشاتی آماده می‌شوند نسبت همکاران خود در ساختار حفظ حقوق از روی فکت‌های شکنجه پرونده باز کنند. از سوی دیگر قربانیان شکنجه هم نه همیشه آماده هستند از بالای مسئولین عریضه نویسند، چون که می‌ترسند که وضعشان بعد این حادثه سنگین‌تر می‌شود.